هوا سرد صلواتاتون بیاب شده، یک صلوات محمدی بفرستید. ثانی قلوب همه ما را با نور گرم و قرآنی داغ و پویا و منور بگرداند. حضور همه سروران عزیز به ویژه علمای اعلام را در این محفل بسیار گرم و صمیمی گرامی می‌داریم. امیدواریم که خداوند عزوجل این آمدن همه ما رو به درگاه خودش قبول بفرماید. با توجه به اینکه وقت هم بسیار تنگ است و هوا هم سرد است، در حالی که در خدمت شما سروران هستیم به صورت خیلی مختصر تحلیلی بر اوضاع مسلمانان قبل از اسلام و چشماندازی بر اوضاع مسلمین در زمان رسول خدا و بررسی اوضاع مسلمانان در عصر حاضر و عوامل بدبختی و بیچارگی مسلمین. هرگاه واژه جاهلیت به گوش میرسد بدون تردید قرن ششم و هفتم میلادی در اذهان تداعی می شود. قرن ششم میلادی و هفتم میلادی اوائلش جزء قرون لکه‌های ننگین بشریت و تاریخ شمار می‌رود. ابرهای تیره جاهلیت بر فراز آسمان عالم به پرواز درآمده بود و زندگی بشریت را به تاریکی و دهقرایی می‌کشید. زیرا در اون روز عقیده، اخلاق و فرهنگ در انحطاط و عقب رفتگی عمیقی قرار گرفته بودند. بشر خدای خودش را به طور کامل فراموش کرده بود. علما و صلحا و اولیا به گوشه دیرها، کلیساها، معابد و خلوتگاهها پناه برده بودند و از اشتباه فرار می‌کردند. ادیان الهی دستخوش تحریفگران و بازیچه بازیگران و افراد مغرض قرار گرفتند و به حدی تعبیر و توجیه و تحریف شدند که اگر مؤسسین و بنیادگذاران اونها و پیامبران الهی سر از خاک بر می آوردند و ادیان خودشان را و پیروان خودشان را می‌دیدند هرگز اونها را نمی‌شناختند. به طور مثال مسیحیت و یهودیت اونقدر در خرافات غرق شده بودند که حتی در الوهیت الله ذوالجلال شرک قائل شدند. ایران ما که یکی از کشورهای مدرن اون زمان بود به حدی فاسد شده بود و به حدی در انحطاط اخلاقی و رکود فکری غرق شده بود که حتی تجاوز به ناموس و ازدواج با محارم جزء فرهنگ لاینفک ایرانیان قرار گرفته بود. یزدگرد دوم پادشاه بزرگ ایران در نیمه دوم قرن پنجم میلادی یکی از افرادی بود که حتی به دختر خودش تجاوز کرد. بهرام چوبین در قرن ششم یکی دیگر از پادشاهان ایران. من فقط به صورت گزیده خدمت سروران عرض میکنم تا به عمق و ژرفای این مسئله و فرهنگ پست و بالاخره نابود ایران شما در زمان جاهلیت پی ببرید. بهرام چوبین که در قرن ششم میلادی زمام حکومت ایران و ایرانیان را به عهده داشت به حدی در درنده صفتی پیش رفته بود که حتی اعلان کرد که باید هر فرد با خواهرش ازدواج بکنه و خودش اولین کسی بود که نکاح با خواهر خودش را مشروع قرار داد و با خواهرش ازدواج کرد. در عرصه اقتصادی و مادیت و دنیا پرستی و شهوت پرستی به اوج خودشان رسیده بودند. مسابقه در عرصه تاجگذاری و خریدن کلاه‌ها و تاج‌های گران قیمت. هرمز یکی از پادشاهان ایران کلاهی تو سرش بود که بیش از 200,000 تومان فقط قیمت کلاهش بود. آقای مرزبان 100,000 تومان فقط قیمت کلاهش بود. رستم خسرو پرویز دوم 468 میلیون مسقال طلا هنگامی که می‌خواستن حکومتش رو انتقال بدن و در سال 13 حکومتش 800 میلیون مسقال طلا در اون زمان جزء اموال تجاری این آقا بود. این رقابت در عرصه شهوت پرستی و جمع مادیت. هندوها کشور هندوستان که هنوز هم متاسفانه در ورطه بدبختی دارن غرق میشن، یکی از رذائل اخلاق رذیله اینها این بود که تفاوت طبقاتی در میان عموم مسلمانان، عموم مردم. کسی که کارگر بود اگر کشته میشد
به حدی بیارزش بود که کفاره و دیه اون را همون کفاره‌ای میدادن که در ازای سگ و گربه و موش میدادن. یک زن میتوانست 7 تا 8 تا شوهر بگیره. نکاح اشتراکی بود، نکاح پرچمی به اصطلاح بود. اگر زنی شوهرش میمرد حق ازدواج هرگز نداشت. میتوانستن حتی در قمار بازی ها شرط رو زن میگذاشتن که اگر یکی میباخت باید زنشو میداد و نعوذ بالله اگر میبرد باید زن و آقا به خانه میاد بدون طلاق و بدون نکاح و بدون همین مسائل. عربی که امروز در زمان گذشته زمامدار مسلمانان شدن در عصر رسول معظم اسلام، حالات ایشون رو قبل از اسلام توجه کردید. من بیشتر رو این قضیه میخوام متمرکز بشم. عرب اگر ما قبل از اسلام اونها رو مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار بدیم، بت پرستی جزء فرهنگ لا ینفک اونها. هر زمان به مسافرت میرفتن آخرین کاری که انجام میدادن بت رو زیارت میکردن. زمانی که برمیگشتن اولین کاری که میکردن باز هم به سراغ بت میرفتن. قتل و غارت و جنگ اونقدر در میان اینها رواج پیدا کرده بود که مورخین می نویسن اگر شتر یکی برای خوردن آب سبقت می گرفت، سالیان متمادی و دور و دراز جنگهای خونین و خانمان سوز به راه می انداختن و پروایی هم نداشتن اگر شتر یکی زودتر آب می خورد. شجاعت و خونریزی، شجاعت به خونریزی، سخاوت به تبذیر و اسراف تبدیل شده بود. هر کس اسراف بیشتر میکرد بگو آقا سخیست. داستان می نویسن میگن هوشب و اکرمه دو تا از ثروتمندان اونجا بودن، با هم مسابقه داشتن در عرصه مهمان نوازی و میزبانی خوب. هر موقع معمولا هوشب برنده میشد، غذای بیشتری مردم دیگه می آمدن میخوردن. بعد تا اینکه اکرمه یک روز فکر کرد که آبروم رفت، نباید اینطوری منظور شکست بخورم. بیش از صدها کیسه و جوال آرد خریداری کرد، صدها هزارها. آمد همه خویشاوندانش جمع کرد، گفت اینا رو خمیر بکنید. خمیر کردن، گودالی بسیار بزرگی رو حفر کردن، خندق بسیار عظیمی، مثلا شاید 500 متر در 1000 متر، اونقدر بزرگ و شاید کمتر، حالا شاید این غلو باشه. بعد همه این خمیرها رو آوردن، همه این کیسه های آرد رو و خمیرها رو گرفتن ریختن در این گوداله ها. بعد روی این گوداله را گرفتن با علف های خشک پوشاند. مقصودش چی بود؟ مقصودش این بود که هوشب رو دعوت بکنه، هوشب بیاد اینجا، بعد متوجه نشه با اسبش که اینجا بالاخره زیر این علف های خشک خمیر است و گودال است، با اسبش فرو بره داخل این گوداله ها، داخل این خمیرها. و همینطور هم شد. هوشب آمد با همه حشم و بالاخره لشکریاش، آمد روی این علف های خشک رسید. یک مرتبه هوشب با اسبش، با سواریش، با اون همه زرق و برقش رفت درون خمیرها غرق شد. روزنامه ها، مطبوعات، مجلات، رسانه های گروهی، افراد بالاخره تبلیغگرا، بوهای تبلیغی، همه سر و صدا را انداختن که در خانه اکرمه اونقدر غذا بود که هوشب با اسبش تو غذاهای اکرمه فرو رفت. بشریت به این درجه از انحطاط و پس فطری و رذائل رسیده بودند. خب این اجتماع فاسد را چه کسی میتونست تغییر بده؟ خونریز، قاتل، مصرف، عیاش، خوشگذران، غارتگر، چپاولگر، همه صفات رذل انسانی در وجود عرب ها متاسفانه ریشه دوانیده بود. این اجتماع فاسد منتظر اصلاح طلبی بود و قطعا مبارزه با این همه مفاسد اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی کار ساده و آسان نبود. کار هیچ حزب، نهضت، حرکت، جنبش، پارلمان، حمایش، کنفرانس، سمینار، هیچ یک از اینها نمیتوانست کوچکترین دردی از دردهای جامعه عرب را مداوا و معالجه بکند. هیچ دانشمند و فیلسوفی نمیتوانست اوضاع آشفته عرب ها را التیام ببخشد، تا اینکه خداوند عزوجل خواست که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مبعوث بشه و ندای ملکوتی لا اله الا الله محمد رسول الله
از حنجره پاک و زیبای محمد مصطفی بر فراز جبل ابو قبیس و غار حرا و سرزمین عربستان پرتو افشانی کند. نوری درخشیدن گرفت، تاریکی شبها شکست، از برکت ایمان او دنیای کفر از هم گسست، دنیا چراغانی بشد، از برکت نام رسول زیبنده باشد نام او، مهرش به هر قلبی نشست. به ناموس به اوج خودش رسیده و علنی شده و کثافت قلبی به حد زنده به گور کردن دختران رسیده است. براستی سؤال اینجاست، اگر محمد پلاکارد بزرگ و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین رو حمل نمی کرد، اگر آرمه و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا بر شانه محمد و بر کتف محمد به عنوان مهر نبوت حک نمی شد، اگر محمد نمونه کامل و بارزه و انک لعلی خلق عظیم نمی بود، اگر محمد نمونه منت خداوندیه و لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا نمی بود، مطمئن باشید که محمد هم کاری رو از پیش نمی برد و نخواهد برد. اما محمد با عالم روحانی در ارتباط است. محمد که آمد سراجا منیرا به مؤمن و کافر بشیرا نذیرا، از او مؤمنان را دهد در قیامت خداوند جنت و ملکا کبیرا. محمد بگو ای برادر که ذکرش خدا کرده ذکرا کثیرا. این قیام قطعا کار ساده‌ای نبود، پیامبر خدا حرکت کرد، محمد مصطفی بلند شد، محمد کلید نبوت را بر طبیعت قفل شده بشریت نهاد و گنجهای انسانیت را افشا کرد. محمد ریشه و هسته جرثومه جاهلیت را از بیخ و بن برآورد و رخنه‌های کوچک این صداهای فولادین را مسدود کرد. محمد ملکوتی خودش را رسول خدا انداز کرد، تمامی مشرکین تمام قوای خودش را بسیج کردند برای دفاعی از ایدئولوژی خودشان که ما نمیگذاریم ایده ما، فقه ما، فراست ما و تجربه آبا و اجداد ما به تاراج بره و به دست فردی از افراد قریش نوجوانی همه اونها از بین برود. به همین دلیل بارها نقشه قتل رسول الله را کشیدن، شما در تاریخ خوندید که حتی در شبی که پیامبر خدا می‌خواستن هجرت بکنن، مشرکین مکه با افراد حل و عقد بزرگان خودشان پشت درهای بسته جلسه خصوصی و حمایش پشت درهای بسته تشکیل دادن و قرار شد که همه جوانان از هر قبیله یک نفر بلند بشن برن و امروز کلک محمد رو بکنن و به قوان خودشان شر رسول الله رو از سر مردم کوتاه بکنن. اما یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. بارها این قصد را کردن و این عزمشان را جزم کردن، اما الله ذوالجلال همیشه پیشانی اونها را و بینی اونها را به خاک مالید. چه می‌فرماید؟ رسول الله نشسته بودن که ناگهان جبرائیل امین آمد، دست رسول الله را گرفت که یا محمد بلند شو. چرا؟ و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یخرجوک او یقتلوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. محمد پاشو که خدا به تو نیاز داره. چیه جبرائیل در این انگام؟ همه کفار دست جمعی بخوان امشب دست به حمله تروریستی دست جمعی و شبیخون بزنن و نام رسول الله رو از صفحه گیتی محو بکنن. محمد بیا، هرچی اونها مکر کنه مکر خدا ما فوق مکر اونهاست. رسول معظم اسلام جان سالم بدر بودن و در عرصه های دیگر رسول معظم اسلام بلا فاصله به مدینه منوره تشریف آوردن، به اون شهر زیبا را مقر فرماندهی و فرماندهی کل سپاه و کل قوا قرار دادن در واقع و خودشان زمام امور را به دست گرفتن. بحث طولانی نشه، من میخوام فقط تحلیل داشته باشیم اوضاع مسلمانان قبل از اسلام و اما حالا بشنوید. عربی که تا دیروز واقعا محمد انقلاب شگرف و عظیمی را به وجود آورد و شاگردانی تربیت کرد که به خدا قسم تاریخ‌های دینی و غیر دینی و تمامی مسلمانان تا آخر الزمان از آوردن نظیر ابوبکرها و عمرها، خالدها و حیدرها و حسینها و ابوذرها عاجزن و عاجز خواهند ماند. الله اکبر.
عربی که تا دیروز برای هر چیز سجده میکرد امروز این پیشانی را فقط در آستانه خداوند عزوجل میساید. عربی که تا دیروز به خاطر سبقت گرفتن شتر دیگری سالیان متمادی میجنگیدن امروز در غزوه یرموک، در جنگ یرموک، در آخرین لحظات زندگیشان احتیاج به آب دارن، به خدا قسم آب را به یکدیگر تعارف میکنن، میخواد آب رو بنوشه که آب این مایه حیاتشه و زندگانیش بنوشیدن این آب بستگی داره، اما صدای ناله برادر مسلمانش میشنوه که الما آب میخوام، میگه برو به اون بده که مبادا اون هلاک بشه. تحول نگاه بکن، انقلاب نگاه بکن، انحطاط اخلاقی را به اوج اخلاق و فرهنگ نگاه بکن. با هیچ نیروی و قدرتی به خدا قسم این تحول هرگز امکان پذیر نبوده و نخواهد بود. این عرب بود. آری عرب هایی که تا دیروز عاشق غارت، شپاول اموال دیگران بودند، امروز به یمن برکت اسلام به حدی رسیدن که هنگامی که مسلمانان وارد مدائن ایران میشن در زمان خلافت فاروق اعظم، شیر خدا و شمشیر عدل، وارد ایران میشن، اموال و غنایم زیادی رو کسب میکنن. خوب گوش بدید اینجا، اموال زیاد رو جمع میکنن به عنوان غنیمت. در همین هنگام تاج طلایی امپراتوری ایران که میلیون ها تومان ارزش داشت، یکی از سربازان مسلمانان اینو میبینه. خب ناعاشق مال بودن، قطعا باید تو جیبش میذاشت و راهش میگرفت میرفت. بلا فاصله این را گرفت، درون پارچه پیچید و شب هنگام و مخفیانه آمد به امیر لشکر تحویل داد. هنگامی که از هویت و مشخصات او سوال میکنن، میگه به خدا قسم، به خدا قسم خودم رو معرفی نمی کنم تا مبادا منو بشناسید و از من تعریف و ستایش کنید. الله اکبر! این چه اخلاص، این چه للهیت، این چه تقوا، این چه ایمان و این چه محبت. تعقیبش میکنم این کیه؟ دنبالش میرم اینه ولی صحابی از اصحاب رسول الله به نام عامر ابن عبدقیس بود. سبحان الله، این رسول خدا چه کار کرد؟ اقبال میگه از دم سیراب آن امی لقب، لاله رست از ریگ صحرای عرب، حریت پرورده آغوش اوست، یعنی امروز امم از دوش اوست، او دلی در پیکر آدم نهاد. اشعار اقبال رو بگیرید، او دلی در پیکر آدم نهاد. آدم همون آدمه، اما محمد مصطفی غنچه دل را شکوفا کرد. او دلی در پیکر آدم نهاد، او نقاب از طلعت آدم گشاد. هر خداوند کهن را او شکست، هر کهن شاخ از نم او غنچه بست. گرمی هنگامه بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین. حمد بی حد مر رسول پاک را، آن که عزت داد مشت خاک را. فدای اون محمد، با این همه جان فدایی. صحابه به کجا رسیدن؟ اون همه تنگ دستی را چشیده بودن، مزه تلخ رکود اقتصادی را، اما زیورهای دنیا به خدا قسم جلو چشمشون به اندازه پر پشه گردش نداشت. هنگامی که ربیع ابن عامر به عنوان نماینده مسلمانان بیاد تا با فرماندهان ایران صحبت بکنه، میدونی یک جمله زیبایی میگه، اونا میگه وجود ما چه میخواد؟ میگه ما آمدیم لنخرجکم من ضیق دنیا الی سعتها، ما آمدیم شما رو از تنگی دنیا به فراخی جهان آخرت فراخوانیم. سبحان الله. این همه قالیه های زرباف، این همه طلاها، مبلها و تاج های طلایی و کرسی های طلایی و تخت های طلایی هرگز به چشم این صحابه جلوگر نمی شود، بلکه میگه ما آمدیم شما را از زندگی تنگ و بدبختی به زندگی آخرت و فراخنای جهان دیگر فراخوانیم. این چه تحولی است؟ عرصه شجاعت اونها را به کجا رسیدن؟ به مرحله از ایمان میرسد که حتی آمده بودن برای هر آن و برای هر حالت خودشان را فدای دین اسلام بکنن. در غزوه احد زمانی که رسول معظم اسلام در زیر رگبار بالاخره مشرکین و ملحدین قرار گرفتن و مسلمانان مقداری عقب نشینی کردن، سعد بن معاذ میگه من دیدم انس بن نضر داره میاد بدو که سعد کجا داره میری؟ سعد گفت انس مسلمانان شکست خوردن، کجا داره میری؟ گفت ای سعد، جملهش گفت انی لاجد ریح الجنة من ورای احد، به خدا قسم که من بوی بهشت را از پشت کوی احد استشمام میکنم. منو دیوانه کرده،
دیوانه کرده آن کس که تو را شناخت جان را چه کند. خودش را به قلب دشمن قرار داد و به قلب سفاه دشمن. بعد از این که چند کافر را به درک واصل کرد، خودش جام شهادت نوشید. پیامبر خدا گفت برید انس را پیدا بکنید. وقتی که آمدن هرگز جنازه سعد انس شناخته نمیشد. بیش از 70-80 ضربه به نیزه و تیر بر اون قرار گرفته بود که فقط خواهرش آخر بعد اینکه جسمش تکه تکه و پاره پاره شده بود با انگشتاش شناخت، وگرنه شناخته نمیشد. اینها کیا بودن؟ سعد ابن ربیع یکی دیگر از اونها. زید ابن ثابت میگه در غزوه احد گوش بدید، رسول معظم اسلام به من گفت ای زید. گفتم چیه؟ گفت برو سعد ابن ربیع رو ببین و سلام من محمد رو بهش برسون. زید ابن ثابت میگه حرکت کردم به دنبال سعد ابن ربیع ببینم کجاست. آمدم تا این که دیدم که بیش از 70-80 تیر ایشون هم اصابت کرده به بدنش و آخرین لحظات زندگی خودش رو داره سپری میکند. گفتم ای سعد ابن ربیع. گفت چیه؟ گفت من حامل سلام رسول الله، من حاملم سلام محمد رو بهت برسونم و بپرسم که حالت چطوره. حضرت سعد ابن ربیع اشک شوق بر دیدگانش جاری شد. گفت بلغ رسول الله عن السلام، تو رو خدا سلام منو به رسول الله برسان و بگو یا رسول الله من همکنون حورهای بهشتی را و میزبانان جنت را جلوی چشمم دارم مشاهده میکنم. نعمتهای بهشت منو دیوانه کرده. من میرم تو بهشت منتظر تو هم یا رسول الله. در دوزخ اگر وصف تو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید. گر بی تو یا الله به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت در دلم تنگ آید. این همه جانفشانی. بعد ای سید ابن ثابت برو به خویشاوندان انصار و به همه مسلمانان سلام برسان و بگو سعد ابن ربیع در آخرین لحظات عمرش گفت اگر شما زنده باشید و به محمد کوچکترین آسیبی برسه، به خدای محمد که نزد خدا هیچ عذری نخواهید داشت. هنوز این جمله را تمام نکرده بود که جانشو تسلیم جان آفرین کرد و جهان فانی رو به درود گفت. اینها کیا بودن؟ اینا همون عرب‌هایی نبودن که تا دیروز چپاولگری و غارت کار اونها بود؟ چی ساخته بود اینها رو؟ خلاصه وقت طولانی نشه، این که عرب‌ها به برکت اسلام از هوا و خودپرستی به خداپرستی و از جنگ به صلح و از حکومت دیکتاتوری به دموکراسی اسلامی و از بی فرهنگی به اوج فرهنگ و اقتدار رسیدن و مدینه که پایگاه و مقر مسلمانان بود به کانون قوی اسلامی و گلستان شکوفایی تبدیل شد که هر روز هزاران غنچه در اونجا شکوفا میشد. صلوات قرایی نت بفرمایید. بله این دوران رسول خدا و بعد از پیامبر خدا در دوران خلفای راشدین با توجه به این که مسیر اسلام از اون طریقی که رسول معظم اسلام بنیان گذاری کرده بودند هرگز تغییر نخورد، که به خدا قسم ما برای نمونه مدینه فاضله دورانی بهتر از دوران خلفای راشدین نداریم. دوران شکوفایی ابوبکر صدیق خلیفه بلافاصل و گل شکوفا شده محمد رسول الله، در زمان عمر فاروق امام العدل و الانصاف، کسی که به برکت دعای رسول الله مشرف به اسلام می شود، عثمان ذوالنورین که رسول معظم اسلام از او حیا می کند و حضرت علی مرتضی که شیر خدا لقب می دهد. این دوران رو کار نداریم و مورد بحثم قرار نمیدیم، چون که قطعا این دوران با دوران رسول معظم اسلام اندک تفاوتی در ایمان مسلمانان به وجود نیامده بود، چون که اونقدر مسلمانان و خلفای راشد با زیرکی کامل و با دقت و با حسن نیت و انصاف و اخلاص زمامداری و قیادت کردن که به خدا قسم دنیای غرب هنوز در مورد فتوحات عمر بن خطاب داره کتاب می نویسد که در عرض 2 سال و 3 ماه از خلافت صدیق اکبر لشکر مسلمانان سرزمین عربستان رو فتح کردن، بلکه آمدن به قلب 2 امپراتوری بزرگ ایران و روم خودشان رو رساندن. آی مسلمانان به خدا قسم زبانم لال اگر دروغ بگویم که کفار، مشرکین، غربیان، رومیان، مسیحیان، یهودیان از فتوحات بی‌نظیر و وسیع مسلمانان هنوز انگشت حیرت لا و تعجب را به دندان گرفتن، به خدا قسم هنوز رها نکردن. تکبیر بگید.
پیروزی مسلمانان در دوران خلفای راشدین. اما بعد از دوران خلفای راشدین متاسفانه هنگامی که زمام امور به دست خلفای بی فکر، سست عنصر، بی کفایت، بی لیاقت و دیکتاتور بنی امیه و بنی عباس افتاد، از اون زمان دوران رکود و انحطاط اسلام شروع شد متاسفانه. اگرچه که در میان این خلفا ما به بعضی از نخبگان برمیخوریم، مانند عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه که واقعا با اون تدبیرهای به موقع و کارآمدشون توانستن دنیای اسلام رو تا مقداری حفاظت بکنن. سلطان نورالدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اینا همه قابل تقدیرن، اما این نورها اونقدر کم بود که بعد از چند صباحی نمیگذشت که به خاموشی میگرایید. بله، ولی در قرن هفتم بعد از اینکه این بزرگواران صلاح الدین ایوبی ها رفتن، زمانی که حمله مغول و تاتار بحث تاریخی است، جوانان به ویژه گوش بدن. هنگامی که مغول و تاتار این دو بلای شوم و سیاه سایه ظلم خودش را بر سر تا سر جهان اسلام بالاخره سایه افکند و جهان اسلام را با چالش مواجه کرد، از اونجا بود که مسلمانان دوران انحطاط جدی اونها شروع شد. در همین سرزمین عراق بیش از 2,500,000 جمعیت بود، 2,000,000 نفر کشته شد. مسئله که امروز داره صورت میگیره. حتی در ماه مبارک رمضان به خدا قسم مسلمانان را مجبور کردند که روزهایشان را در وسط روز با گوشت خنزیر و شراب بخورند. در درون مساجد شراب ها ریخته شد. مسلمانان چنین دورانی را سپری نکرده، متاسفانه که امروز داره باز مجددا به حالت برمیگردد. در ماه مبارک رمضان هر گوشه از کوچه های عراق و خیابان های عراق اجساد مسلمانان مانند خرمن انباشته شده بود. مسلمانان متاسفانه در اونجا مواجه شدن با شکست جدی و جبران ناپذیری. اما باز دو مرتبه در دولت مقتدر عثمانی که به فرماندهی سلطان محمد فاتح بود، الله ذوالجلال بار دیگر مسلمانان را مقدار عزت داد، ولی باز هم طول نکشید خود مسلمانان در شهوت پرستی غرق شدن. من متاسفانه وقتم گذشت. تا اینکه این روند روز به روز بدتر میشد و نور اسلام، اشعه های اسلام کمرنگتر میشد، تا اینکه زمام امور را جهان غرب، اروپا، آمریکا و انگلیس به دست گرفتند و ما امروز در متن این تاریخ قرار داریم. امروز جهان غرب متاسفانه به جایی رسیدن که با توجه به اینکه اوضاع مسلمانان، من باید اشاره بکنم و مسلمانان شما رو آگاه بکنم از اون چه که در فلسطین اشغالی، عراق اسلامی و سایر سرزمین‌های غصب شده می‌گذرد و مقداری بلکه تکون بخوریم و جوانان ما به خود بیان. امروز واژه جهاد اسلامی را مترادف با تروریست تلقی کردن. هر جا مجاهدی سر برآورند میگن آقا تروریسته و باید با تروریسم مقابله کرد. نهضت‌های اسلامگرا و بنیادگرایی را به نهضت‌های اسلامگرا را به بنیادگرایی و فوندامنتالیسم معرفی میکنند و هر جا که مسلمانی به عنوان حق و مدافع حق بلند بشن بر اون میتازن تا اینکه دموکراسی رو بیارند. آیا جهاد اسلامی و مبارزه با دیکتاتوری اسمش تروریسم؟ شاعر اردو زبان چقدر خوب میفرماید اگر اظهار استبداد کی معنی بغاوته، اگر بیزاری بیداد کی معنی بغاوته، اگر آگ فدرت آزاد کی معنی بغاوته، تو پر میں ایک باغو ها میرا مذهب بغاوته. اگر مبارزه با استبداد دیکتاتوری اسمش بغاوت و تروره، اگر بالاخره دفاعی از حریم مسلمانان و ایجاد دموکراسی اسلامی و آزادی اسمش بغاوت و تروریسته، و اگر مبارزه با و افشای جنایات رژیم صهیونیست و آمریکا اسمش ترور و تروریسمه، پس مسلمانان بدانند که من تروریستم و مذهبم تروره. جهان غرب بداند که ما مسلمانان تروریستیم. بله، تروریسمی که معناش مبارزه بر علیه کفر و الحاد باشه، ما تروریستیم و به این تروریستی خودمان به خدا قسم افتخار میکنیم. سبحان الله، در حالی که خودشان بزرگترین دیکتاتورهای دنیا هستند، بزرگترین مستبدان دنیا هستند. فرانسه که تا دیروز خودش را مهد دموکراسی و انسان سالاری معرفی میکرد و خواستگاه دموکراسی غربی بود، امروز به جای رسیده که حتی تحمل روسری دختران مسلمان و دانش آموزان مسلمانان رو ندارن. کجاست دموکراسی؟ دموکراسی رو چه معنی کردن؟
و بعد مسلمانان فلسطین من از خودشان دفاع میکنن، اونجا میگن اینها تروریستن، باید با اینها مبارزه بشه. الحمدلله جای شکر باقی است. اگر خداوند ز رحمت ببندد دری، به رحمت گشاید درهای دیگری. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخوان چراغ خدا را خاموش بکنن، ولی چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف زند ریشش بسوزد. در اخباری که همین چند روز به دست ما رسیده نوشتن که انجمن اسلامی شمال فرانسه اقدام به استفاده از مساجد به عنوان مراکز آموزشی و دولتی بالاخره اقدام کردن و دانش آموزان مسلمان میان داخل مساجد بالاخره به عنوان مدارس دارن دوره‌های تحصیلی خودشان را میگذرانند و بیش از 40 معلم به عنوان معلمین داوطلب بدون حقوق آمدن مسلمانان و دختران محجبه ما را تدریس میکنن. این واقعا جای شکر. خدای عزوجل را به خاطر این مسئله واقعا سپاسگزاریم. اما از ناحیه دیگر واقعا مسلمانان به حالت اضطرار رسیده. سروران عزیز، باید ما امروز حداقل خودمان را با مسلمانان سر تا سر دنیا شریک غم بدانیم. اطفالی که در درون دامن مادرهایشان دارن ذبح میشن، CD های اینها داره پخش میشه به دست مسلمانان، اما مسلمان را ککی هم نمیگذارد. متاسفانه بچه ها رو از پشت گردن به خدا قسم اونها رو ذبح میکنن جلوی مادراشون، شکمه های اونها رو پاره پاره میکنن و روده هاشون رو در میارن. در عراق روزهای اخیر گزارش دادن که اجساد مسلمانان زنده را تکه تکه و پاره پاره میکنن و کلیه های اینها را و سایر اجسادی که به درد میخورن، عضوهایی که به درد میخورن، اونها را میارن و در کشورهای غربی به فروش میگذارن. جسد و قلب که مملو از لا اله الا الله، از عشق به خداست، از عشق به رسول الله، تا در معرض فروش ترانزیت میکنه به کشورهای غرب. حراج کردن جان ما رو، مال ما رو، ناموس ما رو. به خدا قسم زبان گم میشه که بگه نامه 2 خواهر من و شما در فلوجه عراق در زندان ابو غریب نامه نوشتن به شبکه جهانی اینترنت که ما 2 خواهر 14 و 15 ساله هستیم، آی مسلمانان خواهر شما در زندان ابو غریبیم. به خدا قسم هر 2 تامون الان بارداریم از آمریکا و اسلام. امت رسول الله، کار ما به کجا رسیده که یک مشت نیروهای پس فطرت آمریکایی بیاد به خواهر ما تجاوز بکنه و شکمشان از نطفه پس فطرت آمریکایی پاره بشه؟ آیا مسلمان هنوز وقت گناه کردنه؟ آیا هنوز وقت الواتی است؟ آیا نباید هنوز استارت ایمان ما رو به حرکت در بیاره؟ تا کجا؟ اقبال میگه گفت ای روح عرب بیدار شو، چون نیاکان خالق اعصار شو. ای فؤاد، ای فیصل، ای ابن سعود، تا کجا برخیش پیچیدن چو دود. خاک بطها خالدی دیگر بزای، خاک بطها خالدی دیگر بزای. نغمه توحید را دیگر سرای، زنده کن در سینه آن سوزی که رفت، در جهان باز آوران روزی که رفت. ای نخیل دشت تو بالنده تر، بر نخیزد از تو فاروقی دیگر. فاروق ها کجاین؟ صلاح الدین های ایوبی کجاین؟ عمر ابن خطاب ها کجاین؟ امت اسلام ابوبکری ندارد، امت اسلام معتصمی ندارد، امت اسلام عثمان و حیدر و حسینی در کربلا ندارد که اینجوری بدبخت بیچاره و زبون شدن. ای نخیل دشت تو بالنده تر، بر نخیزد از تو فاروقی دیگر. زندگانی تا کجا بی ذوق سیر، تا کجا تقدیر تو در دست غیر. میان در فلسطین میان جوانان مسلمان رو میکشن، به شهادت میرسونن، بعد جسد خونین فرزند تو را، جسد خونین برادر تو را، جسد خونین مادر من و تو را میان کنار خودشان میگیرن و عکس یادگاری میگیرن تا به جهان غرب اثبات بکنن که ما اینو کشتیم. کو غیرت مسلمان؟ ای مسلمان تا به کی غافل شدن؟
تا به کی در مال و نقره و فرزند و زن قائم شدن. مقداری باید به خود بیاییم از خواب گران. خواب گران خواب گران خیز ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز. کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیز. از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز. متاسفانه امروز جوانان ما قلب رو کعبه آمالشون قرار دارن و فکر میکنن هرچه افکار لیبرالی ناسیونالیستی ماتریالیستی نیست که همه اطفال ایستای دیگر هرچی اینها گفتن بله حرف با اونهاست و حق با اونهاست. اقبال مجددا باز به تو میگه قیمت شمشاد خود نشناختی ای نامرد ای بی انصاف. قیمت قرآن و سنت را نشناختی. قیمت شمشاد خود نشناختی. سرو دیگر را بلند انداختی. آمدی از دیگران مثل نی خود راز خود کردی تهی. بر نوای دیگران دل می نهی. ای گدای ریزه از خانه غیر جنس خود می جویی از دکان غیر. ای امین حکمت ام الکتاب وحدت گمگشته خود باز یاب. کعبه آباد است از اصنام ما خنده زن کفر است بر اسلام ما. این اسلام نیست. اسلامی که نتوانه از خودش دفاع بکنه از ناموس و کیانش دفاع بکنه اسلام کجاست؟ کاش خداوند عزوجل این صدای منو و این نفرینه های منو به ملت های عرب و سردمدارهای عرب که بر عریکه پست ریاست مسلمانان نشستن و دارن پرچم اسلام را به دست گرفتن اما قلوب اینها مملو از بالاخره جنایات هست و از حب دیرها و کلیساها و معابد یهود و نصاراست. خدا میرسون که من با اینها تصفیه حساب میکردم تا اگر مقداری اقبال چه میگه ای فؤاد ای فیصل ای ابن سعود که امروز مملکت عربستان داره به تو مینازد و سرزمین عربستان تحت سیطره تو و مکه و بطحا و سرزمین وحی و غار حرا و سور مکانی که رسول الله میگه یهود و نصارا و مشرکین نباید بیان امروز تحت اشغال دشخیمان قرار گرفتن. فکر میکنی شما رو به این راحتی میگذارن؟ ای فؤاد ای فیصل ای ابن سعود تا کجا برخیش پیشیدن چه دود؟ تا کجا اینقدر رزق و بدبختی؟ مقداری بلند بشو. به صورت تیتروار وظایف ما مسلمانان در عصر حاضر باید برگردیم. 5 وظیفه مسلمانان دارن، ما جوانان داریم. اولی تجدید عهد و میثاق با خداوند عزوجل وقت گذشته. اولین وظیفه ما تجدید عهد و میثاق، بازگشتی دوباره به اسلام، سفری مجدد به اسلام، بازگشت و بازنگری در اسلام قبلی ما که این اسلام نیست، خنده زن کفر است بر اسلام ما. تا کجا بی غیرت دین زیستن؟ ای مسلمان مردن است این زیستن. برگردیم به خدا قسم، گناه و معصیت رو بذاریم کنار. اگر سرزان اینجا داری شراب می نوشن به حجابی است که تو داری میکنی، امت اسلام دل ضربه های گناهان من تو رو میخوره. برگردیم چرا به خدا قسم. این عید ها فرصت های طلایی است، ما اگر درد دل ما رو اینجا نگیم دیگه جایی برای گفتن نیست. اولین و بالاخره وظیفه ما بازگشت دوباره به اسلام و تجدید میثاق با خدا. دوم روی کرد مجدد به قرآن و سنت رسول الله را زنده بکنیم. به خدا قسم زنده خواهیم شد. در زمان عمر بن خطاب یک سنت مسواک رو ترک کردن، مسلمانان پیروز نمیشدن. امروز اونقدر سنت های رسول الله شکسته است، اگر در فلسطین بری نگاه بکنی فرق بین سربازان اسرائیل و مسلمانان رو نمیدونی. اینا هم شلوار لی تنگ پوشیدن، ریش هم تراشیده است و سربازان غربی اینطوره. مسلمان باید ظاهرش رو درست بکنه. درست باطن مهمه و مهمتر از ظاهره، اما از ظاهر یدل علی الباطن. ظاهر انسان کم کم انشاءالله به باطن هم راهنمایی خواهد کرد. و امروز باید روی کرد مجدد به قرآن و سنت بشه. اقبال باز هم به تو میگه مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز و این دریا به جوی خیش بند تا خیز و این دریا به جوی خیش بند. یک زمان خود را به دریای محمد در فکن تا روان رفته باز آید بتن. ای مسلمان جز برای حق مرو، ناامید از رحمت عاشی مشو. تو ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعاع آفتاب مصطفی است. سومین مسئله ما اهتمام دعوت الی الله، امر به معروف و نهی از منکر باید در میان جامعه ما بویژه در خانواده‌های ما باید به صورت گسترده و وسیع رایج بشه. و چهارم دوری از گناه‌ها و پنجم وحدت و اتحاد و انسجام در میان مسلمانان. واقعا امروز مسلمانان باید متحد باشند. از زمانی که کردها کرد شدن، عربها عرب شدن، فارسها فارس شدن، بلوچها بلوچ شدن، شیعه‌ها شیعه شدن، سنی‌ها سنی شدن، انحصار گرایی آمد. از شود خدمت رکود فکری و عقلی و مسلمانان بالاخره تیره و تاریک شد. مسلمانان بیچاره و بدبخت شدن. امروز اگر آمریکا موشک خودش را و سفینه فضاپیمای خودش رو
از جهان غرب شلیک میکند، نه به شیعه در عراق رحم میکنه بگه این شیعه است، نه به سنی. فلوجه‌ای که 100% سنی است داره با خاک یکسان میکنه و نجف و کربلا و موصلی که شیعه غالبا اونجا زندگی میکنن اون هم براش اهمیتی نداره و اون رو تبدیل به خاک میکنن. اون وقت ما افتادیم به جون همدیگر. من تقاضا دارم از شما سروران عزیز که بیاییم انحصارگرایی ها را بذاریم کنار، عینک تعصب را از چشمه ها برداریم، عینک بدبینی را برداریم، به مسائل جزئی به یکدیگر گیر ندیم. برادران شیعه ما باید بسیار وسعت نظر داشته باشند، برادران سنی ما باید بسیار وسعت نظر داشته باشند. خدای نکرده نباشد که مسلمان شیعه را سنی شیعه را ببینه بگه بله باید خفش کرد و شیعه هر جا صدای سنی را ببیند این صدا را بگیرد در نطفه خفه بکند که از این هم صدایی در بیاد. واقعا ننگ برای ما جای تأسف. امروز بیاییم مقداری الحمدلله در کشور جمهوری اسلامی ایران این جو تا حدودی واقعا التیام پذیرفته، اما متاسفانه هنوز هم دسته‌های از ما هستند که ناآگاهانه و دسته‌های از اونها هستند ناآگاهانه مسائل رو میگیرن بزرگ میکنن. به ویژه عوام. من خواهشم اینه از همه شما سروران عزیز، برادران شیعه و سنی که صدا منو میشنون، بگیرن وسعت فکر به خودشون بدن، وسعت دید و نظر به خودشون بدن، مسائل جزئی را بذارن کنار، دست باز نماز بخونیم یا دست بسته نماز قبول خواهد شد. جهان کفر آمده کنار مرزهای ما خوابیده، اون موقع ما بجون همدیگر افتادیم. یک ملایی را میبینیم بلافاصله سرکوب، شیخ را میبینیم بلافاصله سرکوب. واقعا جای تأسفه. باید وحدت داشته باشیم، باید انسجام داشته باشیم. اون وحدتی که امام راحل واقعا ایدئولوژی اسلامی و فرهنگ اسلامی رو راه انداخت. امروز همه ما باید اعم از مسئولین، توده مردم، عموم مردم، شیعه و سنی باید این ایدئولوژی را به مرحله عمل بیارن. به فرصت جویان، فرصت طلبان، مغرضان، مستشرقان هرگز اجازه ندن در صفوف مستحکم شیعه و سنی به خدای نکرده رخنه ایجاد بکنن. وسعت فکر داشته باشن. اگه امروز سنی ها بیان 1 میلیون سنی تو خیابون نماز بخونن، به نظر من باید برادران شیعه به اوج خوشحالی و خوشبختی برسن. و اگه امروز 1 میلیون 10 میلیون برادر شیعه دارن نماز عید رو برگزار میکنن، واقعا ما مسلمانان سنی خوشحالیم، خرسندیم که الحمدلله در کشور اسلامی ما این فضا باز شده و انحصارگرایی ها از بین رفته. امیدواریم که الله ذوالجلال به همه ما توفیق عمل نصیب بفرماید، وحدت از دست رفته را الله ذوالجلال برگرداند، ایدئولوژی اسلامی را بار دیگر پروردگار عالم حاکم بگرداند. از اینکه بیش از وقت شما گرفتم واقعا گرم شدیم، من که خیلی گرم شدم، حالا شما انصاف داشته باشید ان شاء الله.